یک داغی دیگر این لحظه برای شما نقل کنم. این والله اعلم سال 2015 بود یا 16 من در مسجد بودم. یک برادری از برادرهای همسایه شهر ما، نام ملتشو نمیگم به خاطر احترام، نزدم آمد، در مسجد بودم، آمد صحبت کرده نمیتوانست و سخنهاش میچسبیده. او شخصیت دوبار اینسولت شده بوده، دوبار اینسولت شده، سکته دیر شده یا سرش یعنی فشار زده. وقتی صحبت میکرد سخنهاش میچسبیده. بعد از اون هم تو برادر تو آرامانه صحبت کن، هر مشکلی داشته باشه، اگر یک مسئله دینی باشه ما حل میکنیم، اگر یک یاردم در کار باشه الحمدلله تو کلانترها هستن انشاءالله مشکلی تا حل میکنیم و استایش صحبت کن. او شخصیت رو حضرت او بخشید. من در زندگی اون دو بار اینسولت شدم، خواب او تو فرما و حضرت او دو فرزندی من در همیشه کلان شدگی هستن. هر دی اونها دانشگاه میخوانند، یکی از اونها گفت در ساحه طبی میخوانند، دیگرش یعنی نمیدونم کدوم ساحه دیگه میخوانه، گفت از یادم برفت. و حضرت این شخصیت ها قطعی یک جای ما زندگی میکردیم، در خانه زندگی میکردیم. یک روز پسرم نزدم آمد گفت که پدر گفت شما ما را خلل میرسانید، ما نمیتوانیم که وظیفه خانگیمون را به جا بیاریم، برای ما یکان یعنی خانه علاقیده جدا کنیم، یعنی کوارتیر ما سنیمت کنیم تا اینکه به حال خودمون باشیم درسامون را تیار کنیم. گفت برای این دو شخصیت یعنی برای اکا و خواهر علاقیده گفت من خانه جدا کردم، کوارتیرشون سنیمت کردم. دوام 1 سال زندگی کردم. بعد از 1 سال دو روز از روزها در خانه نشسته بودم، بعد از کار بود همسرم نزدم آمد، رنگ رو پریده کریان. گفتم چی شد است بر شما؟ او ای شوهر آیا تو میدانی چی بدبختی به بالای ما را آمده است؟ گفتم چی گفت شده است؟ بعد از اون گفت این همسرم به سوی من آهسته آهسته گفت که گفت دختر ما گفت از اکش حامله دار شده است، دختر ما گفت از اکش حامله دار شده است. و همین لحظه دیگر چیزی یاد ندارم، در زمین افتادم بود. یکم بار این سوچ شدم همون بود. بیم بارش تو وقتی که خواستم که خودکشی کنم، رفتم خواستم خود یعنی به بعد آویزان کنم، تشار کنم، همون لحظه من از افتادم دیگه یاد ندارم. بیم بارش همون حالت بود. وقتی که به خود آمدم یعنی تغییر دختر و برادری خود نوخی اشتباه را جمع کردم، رفتیم به نزد این دو فرزندم که ای شما بدبختا شما چی کار کرده؟ چی کاری بود که شما کرده؟ اونها میگن به سوی ما جواب میگردانند، میگن ما کلان شدگی هستیم، سویرشنالیت میگن دوستا شما حق ندارید دیگه در حیات شخصی ما دخالت کنید. به سوی پدر و مادر که شده است فرزند که شما ما هم دیگر را نقص میبینید، ما این چنین زندگی میکنیم، شما حق ندارید یعنی که ما را جدا کنید. خاص شو این است ما دوام این چنین زندگی میکنیم. دو فرزند وقتی یعنی این دردهاشو برای ما گفت برادر عزیز این کار شخصیت خود شما گناهکار است، چون که جناب پیغمبر ما گفتن که شما فرزنداتون از سن 7 سالگی امر به نماز کنه تا 10 سالگی را، وقتی در 10 سالگی نماز به گردن نگیری و اینها را زنه و با مسجد به نماز بیارش و جای خوابی دختر از پسر جدا کنید. شما خودتون اونها را برده یک جای کردید، سببی یعنی تشکیلات این کار خود شما شده، از کسی خفگی و غمگینی شکایت نداشته باشید. یعنی برادران بزرگوار من وقتی ما هم اگر به پرواگی کنیم این روزها را منتظر باشیم، این روزها را از پیش منتظر باشیم که مصیبت و داغی سخت در بالای فرزندان. خداوند در قرآن ما را تاکید کرده است که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلکم نارا، ای آن ذاتانی که ایمان آورده اید نگه دارید نفسهای خودتون و اهل و بیتتون از آتش دوزخ. نگاه کنید که دوزخ نروید، دوزخی نگرده. خداوند ما را امر کرده است کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. جناب پیامبر گفتن هر کدام شما در روز قیامت در نزد خداوند از رعیت و از زیر دستاتون پرسیده میشه.